الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که وقتی که فرزند تولد می شود نامگذاری به فرزند این حقی که هست؟ حق پدر یا که حق مادر این فرزند؟ کی باید نامگذاری بکند و آیا از آن چقیدن به گوش این کودک و قامت گفتن و غیره آیا صحت دارد یا ندارد؟ بارک الله فیکم. البته سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما بیان می نماید که وقتی که فرزند تولد می شود حق نامگذاری این از آن پدر این کودک است. این کودک پسر است یا دختر است فرقی ندارد، حق نامگذاری در دوش پدری همان کودک است. امروز حتی در بین مردم در این مسئله جنجال ها می شود. طرف عروس می خواهند که یک نام گذارند، طرف داماد می خواهند که یک نام گذارند. عموما ما میگیم که مستحق ترین کسانی که در نامگذاری کودک هستند این طرف داماد، طرف مرد، طرف پدر است، طرف پدر کودک. اولا خودی پدر کودک اگر خواهد مادری خودش را یا که پدر خودش را در این مسئله مسئول میگذارد. بارک الله فیکم. و همین قول صحیح است که کودک را باید پدر نامگذاری بکند یا که پدر و مادر، عموما طرفی پدری کودک. و اما در مسئله اذان و قامت گفتن به گوش کودک این ضعیف است، حدیثی که آمده است صحت ندارد. اما در مسئله اذان گفتن البته حدیثی که آمده است علما حکم ضعفش را بیان میکنند و میگن که این ضعیف است، ثابت نشده است. اما از سبب اینکه شاهدهای زیاد در مسئله این از آن ندا کردن به گوش کودک آمده است، ابن القیم الجوزی میگن که خوب است، یعنی از سبب شاهدهای حدیث یک چند شاهد زیاد شدن، یک چند حدیث آمدن در حالت ضعف حفظی این حدیث، یعنی یک از روایت کنداش حفظش یعنی کمی ضعیف است و سست است. از همین جهت میگن که بارک الله فیکم یک چند حدیث جمع شد، از همین جهت این رو میگن حسن است و حجت گرفته می شود. و اگر کسی کودک تولد کرد و از آن ندا کرد جایز است. اما از آن را کی ندا میکند؟ البته خوبترش پدرش، اگر پدر نباشد مسئول بابایش، اوچهش و یا که مادرش یا کسی نباشد. بارک الله فیکم باکی ندارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.